بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله نحمده و نستعینه و نستغفره و نؤمن به و نتوکل علیه و نعوذ بالله من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا. من یهد الله فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و نشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبده و رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه الطاف الله متعال و در عبادت او تعالی و تلاوت آیات کلام پاکش و تدبر در معانی آن و عمل به دستوراتش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله را سپاس از اینکه این فرصت رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در پای رحل قرآن کریم گرد هم بیاییم برای تلاوت آیات کلام پاکش و برای فهم بهتر آیات و معانی والای موجود در این کتاب. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود که هیچ جمعی وجود ندارد که در آن عده‌ای از مسلمانان برای تلاوت کلام الله متعال گرد هم بیایند و این کتاب را تلاوت بکنند و به مطالعه و بررسی مفاهیم والای آن بپردازند، مگر اینکه سکینه و آرامش آنها را در بر می‌گیرد و رحمت الهی بر آنها نازل می شود و ملائکه آنها را احاطه می کنند و الله متعال در جمعی نزد خودش آنها را یاد می کند. چه ارزشی بالاتر از این که رسول الله صلی الله علیه و سلم به من و شما مژده داد. محفلی که به همراه شما سروران آغاز خواهیم کرد با این برنامه که اولین برنامه از این مجموعه هست. به اذن الله متعال و بیاری او تعالی این محفل است، محفلی که برای تلاوت آیات کلام الله مجید، برای تدبر در معانی آیاتش من و شما گرد هم می آییم تا آرامش و رحمت الهی شامل حال ما گردد. ملائکه در خانه های شما سروران و در جایی که بنده و عزیزان و همکاران بنده هستیم ما و شما رو در بر بگیرند و همراه ما بشوند و الله متعال من و شما را در محفلی بهتر از این محفل یاد کند. قرآن کریم نام عظیمی که وقتی انسان در برابرش قرار میگیرد تن انسان به لرزه میافتد. چرا این گونه نباشد وقتی که الله متعال درباره این کلام پاکش میفرماد لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیة الله. اگر این کلام قرآن کریم بر کوهی نازل گردد، لو انزلنا، اگر من الله با عظمت نازل میگرداندم این قرآن را بر یک کوهی عظیم استوار، صخره‌هایی از سنگ، میلیون ها تن سنگ، الله متعال میفهمند اگر قرآن بر آنها نازل میشد لرأیته خاشعا متصدعا، او رو میدیدی، این میلیون ها تن سنگ رو میدیدی که با فروتنی و کرنش کنان و ذلت و خواری در برابر الله متعال از حجم عظیم آن نیرویی که بر آنها وارد شده است و نازل شده است آمده است قرآن کریم از هم می پاشید و متلاشی می شد. لرأیته خاشعا متصدعا، می دیدی که این کوه چگونه از هم می پاشید، نمی توانست تحمل بکنه این بار عظیم و این نیروی معنوی عظیم رو تحمل بکنه و از هم می پاشید. لرأیته خاشعا متصدعا من خشیة الله، از ترس الله متعال می دیدی که این قرآن کریم با او چه می کرد. این قرآن کریم است. قرآن کریم وقتی خودش درباره خودش صحبت می کند انسان در حیرت می ماند. این کلام الله متعال است. برتری این کلام بر سایر کلام ها به مانند برتری صاحب این کلام الله متعال بر سایر کلام هاست و بدون شک
کلام الله متعال، همان گونه‌ای که ذات عظیمش، همان گونه‌ای که الله متعال در ذاتش، در صفاتش، در افعالش برتری دارد بر تمام مخلوقات او، بر تمام مخلوقاتش بهتر است، برتر است، والاتر است. کلام او نیز بر تمام کلام ها بالاتر و بالاتر است. کتابی که 1400 سال پیش در مکه مکرمه بر رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل شد. بیش از 1400 سال پیش این کتاب بر رسول الله صلی الله علیه و سلم در مکه مکرمه نازل گردید و چنان عظمت دارد این کتاب. در آن لحظه‌ای که نازل شد، در آن ماهی که نازل شده است، آن ماه بهترین ماه سال لقب گرفته است. شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان. الله متعال می‌فرماید ماه رمضان که بهترین ماه سال است و برتری ماه رمضان بر 11 ماه دیگر به مانند برتری یوسف علیه السلام بر 11 برادر دیگر اوست. الله متعال می‌فرماید شهر رمضان، ماه رمضان، این ماه عظیم با این همه زیبایی هایش، با اون احساس زیبایی که با خود به همراه می آورد، جشنواره‌ای از عبادت در عالم برپا می گردد. در اولین روز ماه مبارک رمضان الله متعال می‌فرماید این ماه رمضان این وزن رو، این جایگاه رو، این حرمت رو، این مکانت رو از آنجا به دست آورده است که این قرآن در او نازل شده است. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، قرآن نازل شده در ماهی که نازل گشته، اون ماه بهترین ماه است. در آن شبی که نازل شد، در آن شبی که قرآن کریم بر رسول الله صلی الله علیه و سلم بر بلندای کوه نور در غار حرا اولین آیات کلام وحی اقرا بسم ربک الذی خلق، وقتی که نازل شد این آیات، اولین آیات کلام الله متعال بر قلب نازنین رسول الله علیه السلام در شبی نازل شد که این شب چنان ارزش پیدا کرده است که بهترین و گرامی ترین شب سال است، شب قدر. ان انزلناه فی لیلة القدر. الله متعال می‌فرماید من این کتاب را، قرآن کریم را نازل کرده ام در شب قدر، یکی از شب‌های ماه مبارک رمضان. و ما ادراک ما لیلة القدر، و تو چه می‌دانی که این شب قدر چقدر قدر پیدا کرده است، مکانت پیدا کرده، جایگاه پیدا کرده به خاطر قرآن کریم، به خاطر اینکه در این زمان قرآن نازل شده است. در این شب الله متعال می‌فرماید ملائکه از آسمان می‌آیند. لیلة القدر خیر من 1000 شهر. عبادت کردن در یک شب بهتر از عبادت در 1000 ماه است. خیر من 1000 شهر نفرمود به اندازه 1000 ماه است، بلکه بیشتر از 1000 ماه است. یعنی بیش از 80 سال عبادت. یک شب عبادت کردن به اندازه بیش از 80 سال عبادت اجر و پاداش دارد. در مقدارش هم هنوز مفسرین و شارحین این آیات اشاره کردند که مقدارش مشخص نیست. الله متعال فرموده خیر من 1000. 1000 بزرگترین عددی بود که در آن زمان در بین عرب استفاده می شد. عرب ها وقتی که عدد 1000 رو استفاده می کردن، بالاترین عددی که می شماریدن، عدد شمارش نزد آنها 1000 بود. 1000 می گفتن. اگر بیشتر می شد باز چند الف می گفتن. میلیون رو می گفتن 1000 می گفتن 1000 تا 1000 و 1000 نشانه یک کثرت است. هر چقدر که بخواید حساب بکنید. الله متعال این شب رو انقدر ارزش و مقام داد فقط به خاطر نزول قرآن کریم. ماه رمضان بهترین ماه سال شد زیرا قرآن در اون نازل شده است. شب قدر و منزلت یافت زیرا در آن شب قرآن کریم نازل شده است. در آن شهری که این قرآن نازل گردید، در مکه مکرمه، الله متعال چنان مکانت و جایگاه داده است به این شهر که می‌فرماید ولتنذر ام القری. ام القری نامیده است مکه را. مکه مادر سرزمین هاست. مکه عظیمترین و مقدسترین و گرامیترین قطعه روی زمین است. مکه مکرمه بهترین مکانی است که الله متعال او را انتخاب کرده برای نزول قرآن،
برای قرار دادن کعبه و بیت الله الحرام و برای تولد ذات نازنینی به مانند محمد مصطفی علیه السلام. ماه رمضان قدر پیدا کرد، شب قدر یافت و مکه مقدسترین مکان روی زمین گردید فقط به خاطر قرآن. جبرائیل امین علیه السلام امین آسمان لقب گرفت و به خاطر اینکه آیات وحی رو بر قلب رسول الله صلی الله علیه و سلم نازل می‌فرمود، بر دیگر ملائکه ماحول خود گرامی تر قرار گرفته است، جایگاه و ارزش والایی دارد، یک مکانت خاصی در بین ملائکه دارد. جبرائیل علیه السلام قل من كان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله. الله متعال میفرماید هر کسی که دشمنی دارد با جبریل بداند او ذاتی است که قرآن را بر تو نازل کرده است. و جایگاه جبرائیل علیه السلام را الله متعال وقتی میخواد برای ما معرفی بکنه با قرآن معرفی میکنه. جبرائیل علیه السلام همون کسی است که قرآن را آورده است، به دستور الله متعال بر قلب نازنین محمد مصطفی علیه السلام نازل کرده است. قرآن جبرائیل را بلند کرده است. جبرائیل علیه السلام امین آسمان بر امین اهل زمین محمد مصطفی علیه السلام قرآن را میفرستد و محمد مصطفی علیه السلام نیاز به تعریف ندارد. کیست که محمد مصطفی علیه السلام و جایگاه او را نشناسد؟ آن ذات نازنین محمد مصطفی علیه السلام در بین مخلوقات الله متعال یک مخلوق متفاوت است، یک شخصیت متمایز است، یک انسان عجیبی که هر بعدی از زندگی اون رو انسان نگاه میکنه در حیرت میماند. این انسان عظیم، این انسان نازنین که به والله چقدر مشتاق دیدار و ملاقات با او هستیم تا این چشمان چه روزی بشود که این چشمان من و تو شاهد آن چشمان زیبای محمد مصطفی علیه السلام گردد. زیباترین روز حیات آن روزی خواهد بود که این چشمان محمد مصطفی علیه السلام را ببیند و بر دستان و پیشانی نازنینش بوسه زند و نظارگر باشد. جمال نازنین او را، خورشید نبوت را، آن زیبایی را انسان از نزدیک ببینه. این مکانت، این جایگاه، این عظمت به خاطر نزول قرآن است. قرآن کلام الله متعال، قرآن محمد مصطفی علیه السلام رو تربیت کرده است. قرآن است که علم محمد مصطفی علیه السلام است و محمد مصطفی علیه السلام نمونه عملی قرآن است. محمد مصطفی علیه السلام بهترین نمونه عملی برای قرآن است. ام المؤمنین عایشه محبوبه رسول الله صلی الله علیه و سلم می‌فرماید که درباره سؤالی که از ایشان پرسیده شد که برای ما محمد مصطفی علیه السلام رو وصف بکن مادر جان، محمد مصطفی علیه السلام رو چگونه دیدی؟ اخلاق ایشان چگونه بود؟ از اخلاقش برای ما بگو، از رفتارش برای ما بگو، از شخصیت والایش برای ما بگو. تو از اون کسانی هستی که از هر کسی به اون نزدیکتر بوده ای. مادر در یک جمله اخلاق رسول علیه السلام، جایگاه رسول علیه السلام رو برای ما معرفی فرمود کان خلقه القرآن. اخلاقش، رفتارش، شخصیتش یک قرآن متحرک بود. مادر با فهم و درک و علم و درایت والایی که به قرآن داشت، رسول الله علیه السلام رو وقتی برای ما معرفی می‌فرماید برای ما او رو با قرآن معرفی می‌کند. محمد مصطفی نمونه عملی قرآن است. قرآن محمد مصطفی علیه السلام رو بالا میبرد. قرآن ماه رمضان رو بهترین ماه قرار میدهد، شب قدر را قدر میدهد و بهترین شب قرار میدهد. مکه مکرمه را بهترین مکان روی زمین میگرداند. جبرائیل امین علیه السلام را امین و عظیم ملائکه الله متعال قرار میدهد و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم در کنار قرآن رشد می کند و عظمت می یابد و محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم با قرآن برای ما معرفی می شود. قرآن کریم هر جایی که می آید آنجا رو رشد میده.
قرآن کریم هر جایی که وارد بشه اونجا رشد پیدا میکنه، تعالی پیدا میکنه، وزن پیدا میکنه، ارزش پیدا میکنه، جایگاه پیدا میکنه. رسول الله علیه السلام فرمود، عمر بن خطاب رضی الله عنه میفرماید رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود الله متعال با این کتاب امتهای را بالا میبرد و با این کتاب امتهای را به زمین میزند. هر کسی که به این کتاب احترام میگذارد، هر کسی که در پای این کتاب زانو میزند، پای رحل قرآن کریم مینشیند، تحمل میکند، تدبر میکند، میفهمد، یاد میگیرد، دستور زندگی خود قرار میدهد، برنامه زندگی خود انتخاب میکند و در مسیر او قدم برمیدارد، رشد میکنه. و چه کسانی هستند، چه هزاران هزار پهلوان و قهرمان و اندیشمند و دانشمندی که قرآن آنها رو رشد داده است. قرآن وقتی که در جزیره العرب رسول الله صلی الله علیه و سلم قرآن رو می آورد در میان یک قومی که از میان اقوام دیگر در برابر امپراتوری های موجود آن زمان این قوم از همه لحاظ پایین تر بودند، در درجات پایین تری قرار داشتند. کسانی که در جزیره العرب زندگی می‌کردند از لحاظ تمدن، از لحاظ فرهنگ، از لحاظ سطح سواد، از لحاظ به تعبیر امروزی ما شما علم و تکنولوژی، از همه چیز پایین‌تر و ضعیف‌تر از تمدن‌های ماحول خود بودند. اما این قرآن با معلمی عظیم به نام محمد مصطفی علیه السلام کار میکنه با آنها، چنان اونها رو رشد میده، چنان اونها رو بزرگ میکنه که بعد از کمتر از 25 سال 20 سال بعد ما میبینیم که امپراتوری های دنیا در برابر آنها زانو میزنن و چنان تمدنی رو ایجاد میکنن، تمدن اسلامی که از 1400 سال پیش تا به امروز تاریخ بشر روی زمین به مانند آن را ندیده است. بهترین دورانی که بشر در روی کره زمین، تاریخ بشر روی زمین تجربه کرده است، دورانی بوده است که شاگردان مکتب قرآن حکمرانی می کردند بر عالم. از زمان نزول قرآن کریم تا 100 سال قبل پایان خلافت اسلامی در 13 قرن مسلمانان بر کل عالم حکمرانی کردند و بهترین دوران عدالت و انسانیت و مهربانی و رشد و تکنولوژی و تمدن رو ما در دوران‌هایی می‌بینیم که علما و اندیشمندانی که پای رحل قرآن زانو زده بودند می‌آیند و چه دستاوردهای عظیمی در طول تاریخ ایجاد می‌کنند. قرآن کتابی است که ما و شما از کودکی با او آشنا بودیم و هستیم. قرآن کریم کتابی است که ما یاد گرفتیم از بچگی که حتی با مصحف نازنینش با ادب و احترام رفتار بکنیم. حتی وقتی قرآن رو دست میزنیم بدون وضو دست نزنیم. در بسیاری از جاها قرآن رو جلد میکنند، داخل یک پوشی قرار میدهند، پوششی برای او میگذارند و گوشه‌ای میگذارند در گوشه‌ای از خانه. همه ما به قرآن علاقه‌مندیم، به عشق داریم و محبت داریم. اما سوال اینجاست، آیا در برابر این کتاب عظیم، این کتاب بزرگ، این کتابی که در شأن و مقام و جایگاهش هر چقدر صحبت کنیم باز هم جا دارد. هر آیه‌ای از قرآن باز خودش نشانی از عظمت این کتاب است. اگر بخوایم درباره جایگاه و عظمت قرآن صحبت بکنیم باید شروع بکنیم قرآن رو بخوانیم، بعد بفهمیم و آیه به آیه پیش بریم. ما مسلمانان و خطاب من همه عزیزانی است که صدای من رو میشنوند، تصویر من رو میبینند و خصوصا جامعه فارس زبانی که صحبت ما فارسی است. ما قرآن کریم رو چقدر میدانیم؟ چقدر با قرآن کریم آشنا هستیم؟ آیا حق قرآن کریم رو ادا کردیم؟ آیا قرآن کریم از ما راضی است؟ آیا ما به عنوان یک مسلمان وظیفه‌ای که در برابر این کتاب داریم که دستور زندگی ماست اون رو ادا کردیم یا نه؟ چقدر قرآن در زندگی ما نقش داره؟ چقدر حضور قرآن در زندگی ما پررنگ است؟ چند ساعت؟ چند دقیقه از شبانه روز ما به قرآن اختصاص یافته است؟ آیا کتابی مهمتر از قرآن در زندگی ما وجود دارد؟ کلا و حاشا. آیا برنامه مهمتر از قرآن در زندگی یک مسلمان وجود دارد؟ کلا و حاشا. اما حقیقت رو بپذیریم. ما چقدر با قرآن آشناییم؟ چند نفر از ما قرآن خواندن بلد است؟
چند نفر از ما قرآن را خوب میخواند، میتواند که قرآن را خوب بخواند، متن عربی را فقط بخواند؟ چند نفر از ما قرآن را خوب میخواند؟ چقدر از قشر تحصیل کرده ما، از کسانی که در دانشگاه، دانشجویان عزیزی که درس میخوانند، دانشجویان مسلمان ما و از فارغ التحصیلان ما مدارک تحصیلی دارند، پزشک محترم ما، مهندس عزیز ما، همه متخصصینی که هستند در علوم مختلف، با کمال احترام به علمشان و جایگاهشان و اهمیت کارشان. اما در یک بعد دیگر من هیچ شکی در این ندارم که اهمیت علم و دانش در رشته‌های مختلف یک وظیفه شرعی است که یک مسلمان بره و یاد بگیره، مهندسی یاد بگیره، پزشکی یاد بگیره، خلبانی یاد بگیره، سلاح یاد بگیره، در علم شیمی، در علم یا همان کیمیا، در علم فیزیک، در علوم طب، در علوم مختلف تخصص حاصل بکنه. این نیاز جامعه ماست. اما در کنار این که ما باید به صلاح روز مسلح بشیم، تخصص حاصل بکنیم، یک نکته بسیار مهم دیگر رو هم ما نیازمندیم. قرآن کریم یک کتاب است. وقتی صحبت از کتاب می شود، یعنی علم، یعنی دانش، یعنی تفکر، یعنی تعقل، یعنی یادگیری. قرآن کریم هرگز مخالف با یادگیری علم نیست، برای مردان و برای زنان، هر دو، برای مردان مسلمان و زنان مسلمان یادگیری علم و دانش واجب شرعی است. بلکه اولین آیه‌ای که از قرآن کریم نازل می شود می‌فرماید اقرأ، بخوان. اولین آیه‌ای که نازل می شود دستور به خواندن است، دستور به علم است، دستور به دانش است، دستور به تعلم است. اما کدام خواندن؟ اقرأ باسم ربک الذی خلق. در همین سوره اقرأ که اولین آیات کلام قرآن کریم است، آیاتی که نازل شده، اولین آیاتی که نازل شده است بر رسول الله علیه السلام، 5 آیه اول سوره مبارکه العلق است، علق یا سوره اقرأ. این آیه، اولین کلمه دستور به خواندن است. اما چه خواندنی؟ خواندنی که ما را به آن هدفی که در آخر سوره آمده است برساند. سوره علق رو، سوره اقرأ رو وقتی میخوانیم تا پایان وقتی بروید، در پایان الله متعال میفهمد واسجد واقترب، سجده کن، به سجده بیافت در پیش الله متعال، تواضع، فروتنی کن در برابر ذات الله متعال تا نزدیکتر بشی به الله متعال، بالاتر و بالاتر بری در درجات پیش الله متعال. خواندنی که انسان را به الله متعال نرساند، آن خواندن آن چیزی نیست که الله متعال از ما میخواهد. خواندنی که تو را به الله برساند، خواندنی که در تو تواضع و فروتنی حاصل کند، خواندنی که تو را به الله متعال وصل بکند. اگر علم دانش تنها بدون تعهد باشد، تخصص بدون تعهد باشد، فقط کسی بره یاد بگیره اما دین خود رو یاد نگرفته باشه، اما برنامه زندگی خود رو نفهمیده باشه، اما الله رو نشناخته باشد، این علم و دانش به چه درد بشر میخورد؟ مگر اون خلبانی که بم می اندازد بر سر کودکان و زنان بیگناه، بشکه های باروت می اندازه و میدونه که اینجا انسان‌های بیگناهی زندگی میکنن، کودکان و اطفالی زندگی میکنن، پیران و پیرزنانی زندگی میکنند، انسان‌های بیگناهی زندگی میکنند و کشته خواهند شد. 10 نفر با یک دکمه‌ای که این فشار میده از بین خواهند رفت. مگر علم نداره؟ مگر دانش نداره؟ مگر درس نخونده؟ مگر مدارک دانشگاهی نگرفته؟ وقتی که این هواپیما رو با این تکنولوژی بلند میکنه و میره و میزنه، خب یاد گرفته، سالها درس خونده. این درس خوندن این به چه درد من و شما میخوره؟ این درس خواندن این گرگ خوناشام درنده به چه درد من و شما میخوره؟ اگر پزشکی، با کمال احترام به پزشکی که یک شغل مقدس است، اما وقتی که تخصص با تعهد نباشد، فقط تخصص خالی باشه، پزشکی که پزشکی خود رو وسیله قرار بده برای دزدی، وسیله قرار بده برای چپاول، وسیله قرار بده که از درد بیمار خود پول کسب بکنه، تجارت بکنه با درد بیمار خود، سوء استفاده بکنه از بیمار خود، یا پزشکانی که
در زندانها برای شکنجه انسانهای بیگناه در زندان دارو تجویز میکنن، نسخه میپیچند، مگر اینا تخصص ندارن؟ مگر یاد نگرفتن؟ به چه درد ما میخوره همچین علمی؟ به چه درد ما میخوره چون این پزشکی؟ مگر اون مهندسی که به خاطر اینکه پول بیشتری پیدا بکنه در ساخت اون بنایی که او باید در این بنا دقت میکرد کوتاهی میکنه و به خاطر منافع مادی خودش میاد و یک چهاردیواری رو تحویل مردم میده فقط تا پولی پیدا بکنه، خیانت میکنه در ساختش، در کیفیت موادش، از هر گوشه‌ای میدزده، با کوچکترین لرزشی، با کوچکترین سیلی خانه روی سر افراد خانه آوار میشه و همه میمیرن. مگر این درس نخوانده؟ و مثالها فراوانند. از اون طرف در بخش دیگر هم ما داریم. من نمیگم که فقط این قشر هست. اون کسی که به نام دین رفته و یاد گرفته، اون هم همین حکایت رو ما داریم و سوء استفاده میکنه، بر گرده مردم سوار است، به نام دین و مردم حکومت میکنه، به نام دین جنایت میکنه، به نام دین خیانت میکنه. به چه درد ما میخوره؟ حکایت تخصص و تعهد، دانش به همراه تعهد. ما متخصصین متعهد میخواهیم و متعهدین متخصص. مشکل جامعه ما، یکی از بزرگترین مشکلات جامعه ما این است که متخصص ما متعهد نیست و متعهد ما متخصص نیست. جمع این دو در کنار هم مشکل ما رو حل خواهد کرد. برمیگردم به سوال خودم. چند درصد از جامعه ما، خیلی راحت با هم صحبت کنیم، قشر تحصیل کرده جامعه ما چند درصد قرآن خواندن بلدند؟ قرآن خواندن بلدند. میتوانند که قرآن رو بخونند، فقط بخونند، یعنی قرآن رو بخونند، متن عربی را بخوانند. دکتر، مهندس، پزشک قرآن خواندن بلد نباشد، مسلمان، عیب نیست. عیب نیست که طرف چند زبان مختلف دنیا رو یاد گرفته، با چند زبان آشنا هست، اما قرآن خواندن بلد نیست. این عیب نیست. این عیب است. این نقص است. این کوتاهی است. قرآن رو باید خواند، باید یاد گرفت. قدم اول هدف از نزول قرآن چیست؟ یک کتاب رو برای مردم متعال فرستاده تا دستور زندگی باشد. معجزه رسول الله علیه السلام این کتاب است. معجزه اسلام این کتاب است. هدف از ارسال این کتاب چیست؟ این کتاب برای چی آمده؟ مردم متعال این کتاب رو برای چی فرستاده برای ما؟ آیا این کتاب برای این نازل شده که ما این رو داخل چند تا پوش بکنیم و او رو ببوسیم و فقط روی تاقچه خانه بگذاریم و اگر زمینم افتاد استغفر الله و استغفر الله بدو اگر کودکی آمد صفحه قرآن رو برداشت و انداخت یک CD هم به کودک بزنیم و قرآن رو ببوسیم و بالای سر خودمون بگذاریم و در روی تاقچه بگذاریم؟ هدف همین است. آیا قرآن برای این است که ما در سر سفره ازدواج، در وارد شدن به یک خانه جدید بیاریم بگذاریم که این زندگی خوشبخت بشن، مزین بکنیم سفره عقل رو فقط با قرآن؟ آیا قرآن برای این است که کسی که سفر می رود فقط بیاریم قرآن رو بگیریم و از زیر قرآن ردش بکنیم تا در این سفر موفق بشه؟ آیا قرآن برای این است که ما قرآن کوچکی پیدا بکنیم آویزان بکنیم به شیشه ماشین خودمان که بیمه بکنه ماشین ما رو که چپه نشه، چپ نکنیم؟ آیا قرآن برای این است که وقتی وارد یه خانه جدیدی میشویم قرآن وارد بکنیم با خودمون که جن و پری فرار بکنن از اون خانواده، از اون خانه؟ آیا قرآن فقط برای این است که وقتی کسی مرد ما برای مردگان قرآن بخوانیم، سر قبر ببریم قرآن بخوانیم؟ آیا قرآن برای مرده هاست؟ آیا قرآن نازل شده تا کسی مرد ما قرآن بخوانیم؟ چقدر بد است در جامعه اسلامی یک جایی وقتی صدای قرآن بلند می شود مردم بگن آقا کی مرده؟ چقدر بده این کار. آیا قرآن برای مرده ها نازل شده؟ تعامل ما با قرآن، آیا این تعامل درست است؟ آیا قرآن برای این نازل شده؟ کلا و حاشا. قرآن برای این نازل نشده که ما فقط قرآن رو ببوسیم. احترام با قرآن اون بحث دیگر است. من منکر اون موضوع نیستم. و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب. الله متعال میفهمد احترام، تعظیم شعائر الله متعال نشانه تقوای قلب است. در این بحث نیست. احترام به مصحف شریف واجب شرعی است. از هر گونه بی احترامی، از هر گونه پلیدی، از هر گونه هر چیزی که احساس بدی به انسان دست بده. یعنی باید جلوی مصحف رو باید گرامی داشت، احترام گذاشت.
نباید بی حرمتی به او بشود، این بحث دیگری است. حتی همون بوسیدنش رو هم برخی از علما من باب تعظیم شعائر الله گفتنش این کار خوبی است، حتی بوسیدنش، چون به باب تعظیم شعائر الله است. اما فقط به خاطر این نیست. الله متعال این رو نفرستاده که ما این رو ببوسیم و بغل بکنیم و به چشم بمالیم و روی سرمون بگذاریم و فقط در داخل خانه قرآنی باشد. این برای این نازل نشده است. بله، قرآن کریم برای تلاوت قرآن کریم، قرآن رو باید یاد گرفت، چون کتابی است، بعد خواندنش رو یاد گرفت، درست خواند، بعد یاد گرفت. باید مرحله اولین است که باید یاد گرفت. یک کتاب رو وقتی که انسان بخواد استفاده بکنه، اولین قدم این است که شما باید بتونی بخونی کتاب رو. اولین قدم خواندن است. خواندن اولین حقی است که قرآن بر ما دارد. الذین آتیناهم الکتاب در آیه 121 سوره مبارکه بقره، در همین کلام عظیم الله متعال میفهمد کسانی که آنها کتاب داده شده است. الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته، حق تلاوتش را ادا میکنند. اولئک یؤمنون به، اینها هستند که به ایمان آوردند. حق تلاوت چیست؟ حق تلاوت این است که در مرحله اول من و شما قرآن را بتوانیم بخوانیم. خب مرحله اول خواندن است، ولی این هدف نیست. اینها اسبابی است برای رسیدن به یک هدف. مرحله اول یک کتاب، هر کتابی یک هدفی دارد. شما برای استفاده و دستیابی به این هدف این کتاب رو باید اول بخوانی، بعد یاد بگیری که بخوانی. به همین خاطر خواندن قرآن مرحله اول است. یاد گرفتن قرآن، آن چیزی که ما بهش اسمش رو میگذاریم تلاوت قرآن، یاد گرفتن تجوید قرآن، این اولین قدم است. ما باید قرآن رو یاد بگیریم بخوانیم، باید یاد بگیریم بخوانیم. خصوصا برای ما که عزیزانی که فارسی خواندن بلد هستن، برای اونها خیلی آسان‌تر قرآن خواندن، چون حروف الفبای عربی و حروف الفبای فارسی عیناً یک چیز است. یعنی 28 حرفی که در عربی هست، در فارسی همه اون 28 تا هست. 4 تا اضافه ما داریم در فارسی. برای کسی که فارسی خواندن بلد است عیب است که قرآن خواندن بلد نباشد، چون اگر یک کمی تلاش بکنه یاد میگیره. فقط حرکات هست، فتح و کسره و ضمه و ساکن و تشدید و بقیه تنوین. مرحله اول خواندن قرآن است. حق قرآن بر ما اول این است که قرآن رو یاد بگیریم بخوانیم و بعد با تجوید بخوانیم، درست بخوانیم، سعی بکنیم یاد بگیریم، تجوید یاد بگیریم. قرآن رو با تجویدش در حد توان، حداقل در همون سوره‌ای که در قرآن در نماز میخوانیم، سوره حمد، چند تا سوره دیگر، اینها رو یاد بگیریم. این مرحله اول است. قرآن کریم بر ما حق‌های مختلفی دارد. هدف ما از تلاوت قرآن چیست؟ رسول الله علیه السلام فرمود که هر کسی که یک حرف از قرآن کریم را بخواند، برای او یک حسنه نوشته می شود. و الحسنة بعشر امثالها، و هر نیکی نظر متعال 10 برابر پاداش داده می شود. من نمیگویم که الف لام میم یک حرف است، بلکه الف آن یک حرف است، لام آن یک حرف است و میم آن یک حرف است. مجموعاً می شود 30 پاداش. رسول الله علیه السلام برای اینکه ما رو تشویق بکنه به خواندن این کتاب فرمود هر حرفش برای شما 10 اجر و پاداش دارد. هر حرفش 10 اجر و پاداش دارد. این مرحله خواندن است. بله، خواندن کلام الله مجید عبادت است، شکی در این نیست. هر حرف قرآن کریم 10 اجر و پاداش دارد. کاملا درست است. کلام رسول الله صلی الله علیه و سلم است. این مرحله اول است. همین مرحله هم خودش عبادت است. این خودش یک عبادت است. در این بحثی نیست. اما فقط این نیست. عزیزان من، فقط این نیست. عزیزانی در ماه مبارک رمضان شروع میکنن قرآن رو 7 بار، 8 بار، 10 بار ختم میکنن. فقط 10 بار پشت سر هم میخوانن. قرآن مرحله اولش تلاوت است. خواندن فقط یک مرحله از این مجموعه وظایفی است که ما نسبت به قرآن کریم داریم. هدف ما از قرآن خواندن تنها اجر ثواب نیست. بله، اجر و پاداش هست، در این بحث نیست، اما هدف فقط این نیست. این مرحله اول است، این قدم اول است. کسی که همین جا ایستاده نرسیده به هدف. هدف فقط خواندن نیست. این کتاب یک نسخه درمان است. این کتاب یک برنامه زندگی است. این کتاب رو باید زندگی کرد. این رو باید برای بیماری ها استفاده کرد. باید شفا یافت با این کتاب. بعد این کتاب رو عمل کرد. بعد این کتاب رو زندگی کرد. مرحله اول خواندن است. فقط یک مرحله است. یکی از اهداف ما بله خواندن و اجر و پاداش است. بله، این یکی از این هست. و
خوانده می شود. مرحله بعد ما در برابر قرآن کریم، مرحله اول خواندن است، مرحله بعد فهمیدن قرآن کریم است. رسول الله علیه السلام فرمود بهترین شما کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما این است کسی است که قرآن را یاد بگیرد و به دیگران یاد بدهد. بهترین شما مسلمانان. در بین مسلمانان رسول الله علیه السلام فرمود بهترین آنها کسی است که قرآن را یاد میگیرد، نه تنها فقط یاد میگیرد و یاد میدهد. این از وظایف قرآن بر ماست، از حق قرآن بر ماست، یعنی از حق ما و وظیفه ما نسبت به قرآن. تعبیر رو درست بکنم، وظیفه ما نسبت به قرآن و حق قرآن بر ما این است که قرآن رو یاد بگیریم و به دیگران یاد بدهیم. وقتی که من تو قرآن رو یاد گرفتیم، وقتی که خودت یاد میگیری و میخونی، خودت یک نفری، تو هر چقدر بخونی یک نفری. اما وقتی که یاد گرفتی و به دیگری یاد دادی، رسول الله فرمود که کسی کار خیری انجام بدهد و دیگران رو به او تشویق کند و دیگران اون کار خیر رو انجام بدهند، اجر و پاداش دیگران هم به این میرسد بدون اینکه از اجر و پاداش آنها چیزی کم شود. اجر و پاداش اونها کم نمیشه، به اندازه همونها یک نسخه به تو نوشته میشه. هر کسی که کار خیری را به خاطر راهنمایی تو انجام میدهد، هر کار خیری که انجام بدی یک نسخه از اون به حساب تو نوشته میشه. تو وقتی یک نفر هستی، یک عبادت میکنی، یک نفری. وقتی 10 نفر رو با خودم راه کردی، اون موقع میشی 11 نفر. اون 10 نفر دیگر رو با خود بیارن میشی 101 نفر. اگر تو قرآن خواندن یاد گرفتی، به 10 نفر یاد دادی، این 10 نفر تا آخر عمرشون هر چقدر قرآن بخونن ثوابش به تو میرسه. و همین خاطر تشویق میکنن. بسیاری از بزرگان دین میگفتن من سعی میکنم که سوره حمد رو به اطفال یاد بدهم. ازش میپرسیدن چرا سوره حمد رو به اطفال میخوای یاد بدی؟ میگفت که سوره حمد رو وقتی من یاد میدم به یک طفلی، این در هر رکعت نماز سوره حمد را میخواند تا آخر عمر، هر نمازی بخواند ثواب نمازهای او یک نسخه به حساب من هم نوشته میشود. اینها انسانهای زیرکند. این انسانهایی هستند که در زندگی سرمایه گذاری میکنن. انسان زیرک کسی است که بعد از مرگ خودش پرونده اعمالش بسته نشه. رسول الله علیه السلام فرمود کسی که میمیرد پرونده اعمال او بسته میشه مگر 3 نفر. یکی کسی که علمی بگذارد که بعد از اون این علم منتشر میشود. این میدان است. قرآن میدان سرمایه گذاری است و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون. در این میدان کسانی که میخوان مسابقه بدن. سرمایه گذاری کنید در میدان قرآن، در کلاس های قرآن، در اماکنی که قرآن تدریس میشود، در برنامه هایی که قرآنی است، در نشر و پخش قرآن سرمایه گذاری کنید، نقش بگیرید، کمک کنید، حمایت کنید. عزیزان میگن خب من که بلد نیستم قرآن رو بتونم بخونم، خوب بخونم، خودم تازه دارم یاد میگیرم، یا بلد نیستم شرح بدم، معانیش رو بگم، مفاهیمش رو بگم. خب کسانی که بلد هستن رو یاری بکنید، مراکزی که میتونن این کار رو بکنن رو یاری بکنید، نصرت بکنید، حمایت بکنید. یک حلقه درسی است، تفسیر قرآنی است، جایی کلاسی است، برنامه‌ای است، درسی است، پروژه‌ای است قرآنی، حمایت کنید. هر کسی که اونجا یاد بگیره شما در اون اجر و پاداش شریکید. تا روز قیامت اینها هزاران نفر میشن. الان 10 نفرن، بعد 100 نفر میشن. این 10 نفر به 10 نفر دیگه یاد میده، میشه 100 تا به 10 نفر دیگه یاد بدن، میشه 1000 نفر. و به هر کسی هم یاد میدید بگید که به دیگری باید یاد بدی. هدف از یادگیری یاد دادن باشد، چون رسول الله فرمود بهترین شما کسی که یاد بگیرد و یاد بدهد. یاد بگیرد و یاد بدهد. یاد بگیریم و یاد بدهیم. نشر و پخش بکنیم. بهترین کسانی هستن قرآن در نشر فرهنگ قرآنی و تلاش بکنیم. از خواندنش، روخانی آن، تجوید آن، حفظ آن، همه اینها اجر و پاداش دارد، شکی در این نیست. خود حفظ قرآن کریم، کسی قرآن رو حفظ میکنه اجر و پاداش عظیمی دارد نظر نمیتان. و روز قیامت رسول الله علیه السلام فرمود که بخاری قرآن گفته میشد اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا. بخوان، بالا برو، به ترتیل بخوان همان گونه که در دنیا میخواندی. فان منزلتک عند آخر آیه تقرأها. جایگاه تو در جنت به اندازه تعداد آیاتی است که از قرآن میخواندی و بلد هستی. این عظمت است. شما اگر بتونید کمک بکنید کسانی قرآن رو یاد بگیرن، بخوانن، حفظ بکنن، در این شریک بشید، شما هم در این اجر و پاداش شریکید. و اینها یاد میدن، اینها به کسان دیگری یاد میدن و اونها به کسان دیگری یاد میدن. من همیشه به یک نفر در زندگی بسیار غبطه میخورم. صاحب اون کسی که این کتاب را با دست خود نوشته است. قرآن کریم مصحف عثمان طاها. نام یک خطاط است.
خطاتی که این قرآن رو با دست نوشته است. این قرآن کریم در چاپخانه مدینه منوره بیش از 300 میلیون نسخه از این قرآن کریم چاپ و نشر و پخش شده است. تمام نسخه‌هایی که در مسجد الحرام و در مسجد النبی وجود دارد با دست ایشون نوشته شده است. شما فکر بکنید که این انسان چه اجر و پاداشی رو کسب میکنه نزد الله متعال. اون نیتش بین خودش و بین الله متعال است، اما ظاهر عمل بسیار کار عظیمی است. در این زمینه سرمایه گذاری کنیم درباره قرآن کریم. این مرحله یادگیری قرآن است. خب اما فقط این نیست. یک مرحله این است: روخوانی، روانخوانی، تجوید، حفظ قرآن کریم. مرحله دیگری که ما باید در اون کار بکنیم مرحله فهم است. فهم قرآن کریم. این کتاب رو خواندیم، یاد گرفتیم، درست میخوانیم، اجر و پاداش دارد برای ما، تلاوت میکنیم، در زندگی ما برکت میآورد، قرآن برکت میآورد. رسول الله علیه السلام فرمود در هر مجلسی که مردم بنشینن قرآن بخوانن، مدارسه کنن، یاد بگیرن، بپرسن، سوال جواب بکنن، رحمت می آید، سکینه و آرامش می آید، ملائکه ماحول او را می گیرند و الله متعال نزد خود از آنها یاد می کند. ارزش دارد. و رسول الله علیه السلام فرمود اگر بروی تو به مسجد بروی، جایی که قرآن خوانده می شود، اونجا چون مسجد بود عادتا، اگر بروی و یک آیه قرآن یاد بگیری، برای تو از یک شتر سرخ بهتر است. آن روز در اون زمان شتر سرخ مثل ماشینای آخرین مدل امروز بود. اگر 2 آیه قرآن بگیری از 2 شتر برای تو بهتر است. اگر 3 آیه قرآن یاد گرفتی از 3 شتر برای تو بهتر است. اگر 4 تا یاد گرفتی به همین تعداد. یک آیه قرآن رو وقتی انسان یاد بگیره، این ارزش است، عظمت است، این سرمایه است. اینها میمونه برای ما. اینها رو باید یاد بگیریم. این رو باید یاد گرفت. فرزندان خودمون رو باید تشویق بکنیم. باید در این زمینه سرمایه گذاری بکنیم. برای من بسیار جای تعجب است. عزیزانی که حاضرن برای یادگیری یک هنری، یک فنی، یک زبانی، یک ورزشی برای بچهای خود خرج بکنن، هزاران خرج بکنن. اما وقتی بحث قرآن میرسه انتظار دارن که طرفی که هست، هر کسی که هست، حالا مفت دیگه، بریم بفرستیم مسجد، مولای مسجد بعد مفت بهش درس بده. وظیفه مولای مسجد است. وظیفه شما نیست که برای فرزند خودتون هزینه بکنید، سرمایه گذاری بکنید، پیدا بکنید، بگردید این طرف آن طرف، بچه رو یاد بدید، نسلی تربیت بکنیم، نسلی ایمانی. این مرحله اول است. وظیفه ما در برابر نشر و پخش یادگیری قرآن کریم، نه تنها یاد بگیریم، دوربریای خودمون رو یاد بدیم، به دیگران یاد بدیم، به نسل بعدی یاد بدیم، شاگردانی رو تربیت بکنیم، نسلی رو تربیت بکنیم، مشارکت بکنیم در این کار. مرحله دوم مهمتر از این مرحله است. هدف اصلی از نزول قرآن کریم فهم قرآن کریم است. الله متعال میفهمد کتاب انزلناه الیک مبارک در سوره مبارکه صاد 29. کتابی رو نازل کردم من الله با عظمت برای توی محمد مصطفی علیه السلام، مبارک است، برکت دارد، در زندگی برکت می آورد. قرآن که بیاد برکت می آورد در وقت انسان، در جان انسان، در مال انسان، در زندگی انسان، در صحت انسان، در سلامتی انسان، در آبروی انسان، در جایگاه انسان، با خودش برکت می آورد. نور از قرآن کریم. یا ایها الناس قد جاءکم برهان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برای شما دلیل واضحی از سوی الله متعال فرستاده شده ای انسان ها و برای شما یک نور آشکاری آمده است. نور است، برکت است، لطف است قرآن کریم. الله متعال میفهمد در سوره مبارکه صاد 29 کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته، تا تدبر بکنید، بیاندیشید. یک کتاب رو باید فکر کرد. قرآن رو الله متعال نازل کرده تا ما بخوانیم، بفهمیم. قرآن رو بفهمیم. قرآن برای زندگی آمده است. برای این آمده دستورالعمل زندگی باشد. وقتی من نفهمم قرآن را، چطور او رو دستورالعمل زندگی قرار بدم؟ چطور سرلوحه کار خود قرار بدم؟ وقتی که من یک نسخه ای رو گرفتم از پزشک برای درمان بیماری های خودم و نمیفهمم چی نوشته است، نمیدانم این دارو چیست، چطور استفاده میشه، از کجا تهیه بکنم، خب چه درد من میخوره این نسخه؟ چه استفاده از اون میکنم؟ اون استفاده واقعی که باید از او بشود نمیشه. مشکل من حل نمیشه. قرآن، تلاوت قرآن اجر پاداش دارد، بله شک در این نیست، اما قرآن بدون تدبر اون هدف اصلی رو در وجود من نمی آورد. الله متعال در سوره مبارکه انفال آیات اول میفرماید انما المؤمنون
یکی از صفات مؤمنان این است اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، وقتی یاد الله متعال می شود قلبهای اونها به لرزه میفته. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که آیات قرآن کریم بر آنها خوانده می شود ایمان اونها افزایش می‌یابد. خب این افزایش ایمان کی حاصل میشه؟ وقتی من بفهمم، بدانم که چی میخوانم. به ولی وقتی که انسان میداند چی میخواند، همین سوره مبارکه همطور، وقتی انسان میداند که چه میخواند با وقتی نمیداند خیلی فرق میکنه. شما پشت سر یک امامی قاری که بدانید چی میخواند هرگز خسته نمیشید از تلاوتش. یک جز بخونه، 5 جز بخونه، وقتی که در بحر معانی شما میرید لذت میبرید. اما وقتی که ندانی خسته میشه انسان. قرآن برای تدبر آمده است. افلا یتدبرون القرآن، دمتون میفهمند آیا در این قرآن تدبر نمیکنن؟ ام علی قلوب اقفالها، قلبها قفل شده تفکر نمیکنن. چرا نباید تفکر بشود؟ قرآن بدون تدبر اون تأثیری رو که باید بر من بگذارد نمیگذارد. ما قاریانی داریم، قاریان یعنی کسانی که تلاوت میکنن، عزیزانی داریم رمضان میآید میرود 7 بار 6 بار 5 بار 10 بار قرآن را از اول تا آخر میخواند. اما وقتی بعد از رمضان نگاه میکنیم که تأثیر این قرآنی که خوانده 10 بار ختم کرده بر وجود این شخص چقدر بوده است رو میمانیم 10 بار ختم قرآن کرده چقدر تأثیر گرفته از قرآن کریم؟ اخلاقش چقدر تغییر کرده؟ باورش چقدر تغییر کرده؟ اعتقادش چقدر تغییر کرده، درست شده؟ آموزه های دینی او چقدر اضافه شده است؟ این سوال است. این یک سواله باید پرسیده بشه. عزیز من، برادر من، خواهر من، تاج سر من، شما در ماه مبارک رمضان، در غیر ماه مبارک رمضان هر روز وقتی قرآن رو تلاوت میکنی، بله اجر و پاداش دارد، در این بحث نیست. اما هدف اصلی نیست که شما زیاد بخوانی، هدف فهم است. قرآن رو باید فهمید، قرآن رو باید زندگی کرد، قرآن رو باید عمل کرد، قرآن رو باید اجرا کرد. قرآن این نیست که من فقط باز بکنم همینجوری پشت سرم بخوانم، همینجوری شروع بکنم که همینجوری نفی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، پشت سرم بخوانم خب تمام کن، من باید اینو تمام کنم، امشب باید این جزء تمام بکنم. چه اجباری از شما تمامش بکنید؟ چه اجباری هست که شما حتما در یک ماه 5 بار 6 بار 7 بار ختم بکنی و نفهمی که چی میخواند؟ قرآن رو باید فهمید. صحابه میفهمند که ما 10 آیه از قرآن رو یاد میگرفتیم، میرفتیم تا اون 10 آیه رو خوب یاد میگرفتیم، میفهمیدیم، اون رو عمل میکنیم، بعد میومدیم 10 تا دیگه یاد میگرفتیم. یکی از مشکلاتی که جامعه ما الان درگیر است، قرآن خوان زیاد داریم اما تاثیر قرآن رو در جامعه خودمون اونقدری که باید ببینیم نمیبینیم. چون 90% 95% کسایی که قرآن میخوانن حداقل در جامعه فارسی زبان ما نمیفهمن که چی میخوانن. یک حقیقت تلخ است. عزیزان بر من خورده نگیرید، باید خیلی راحت با هم صحبت کنیم. باید بفهمیم قرآن رو، باید قرآن رو یاد گرفت، باید قرآن رو فهمید. وقتی فهم است اون موقع تاثیر میگذاره. وقتی من قرآن رو فهمیدم اون موقع قرآن رو در زندگی خودم اجرا میکنم، اون موقع قرآن رو عمل میکنم، اون موقع قرآن رو یاد میدم. مفاهیم قرآن رو باید بفهمیم. من اعتقاد خودم رو باید از قرآن یاد بگیرم، باور خودم رو از قرآن یاد بگیرم، دوست و دشمن خودم رو از قرآن بشناسم، احکام خودم رو از قرآن یاد بگیرم، داستان انبیاء گذشته رو، پیامبران الهی رو، کسانی که در مسیر حق مبارزه کردند و دشمنان آنها رو در قرآن برای ما معرفی کرده. قرآن اینا رو برای ما معرفی میکنه. آنچه که نسل اول این امت رو صحابه رسول علیه السلام یک دفعه آنگونه متحول کرد که آقا و سردار دنیا شدند، مفاهیم قرآنی بود. قرآن رو میفهمیدند، عمل میکردند. ما در زبان فارسی متاسفانه یک مشکلی که باز با او دچار هستیم، چون زبان عربی رو خب کار نکردیم، نمیفهمیم. به همین خاطر من بحث رو خلاصه بکنم که به نتیجه برسیم. هدف ما این است که به همراه شما عزیزان در این زمینه یک مسیر رو با هم آغاز بکنیم. یک حرکت بزرگی رو میخوایم با شما عزیزان شروع بکنیم. میخوایم که با شما عزیزان در این برنامه و از برنامه‌های بعد قرآن رو باز بکنیم، بخوانیم، کلمه به کلمه، آیه به آیه و درباره معانی و مفاهیم اون صحبت کنیم. میخوایم با هم قرآن رو بفهمیم. میخوایم با هم قرآن رو یاد بگیریم. قرآن رو بفهمیم. خواندنش رو صحبت شده قبلا، عزیزان کلاس‌های بوده، درس‌های بوده، همه عزیزان در یوتیوب، در اینترنت فراوان است کلاس‌های آموزش قرآن، برنامه‌های آموزش قرآن. برای فهم قرآن کریم ما نیاز داریم که یک حرکت اساسی انجام بدیم.
و بیاری از رحمت سعی میکنیم این وظیفه‌ای که عزیزان به گردن بنده نهادند و با وجود اعتراف به کوتاهی‌های خودم در این زمینه و اعتراف به اینکه من خودم رو در اون حد شایسته این امر مهم نمیدانم که خودم رو پیشنهاد کرده باشم، اما دستور دوستان و پیشنهاد دوستان بوده است تا در این میدان اقدامی انجام بشود. تلاش بنده این هست و همکاران بنده که ما در این درس‌هایی که انشاءالله از جلسه بعد آغاز خواهد شد، از برنامه بعد، با شرح آیات سوره مبارکه فاتحه و بعد از اون سوره مبارکه بقره و تا اگر عمری باقی بود تا آخر کلام الله مجید با شما این مسیر رو ادامه بدیم، سعی بکنیم که قرآن رو درباره معانی و مفاهیم صحبت بکنیم. بحث تفسیر، من عزیزانی که حالا در بحث تفسیر اساتید ما هستند، همکاران ما هستند، اهل تخصص هستند، موضوع رو بهتر آشنا هستند، نمیخوام که در قیل و قال اختلافات تفسیری وارد بشیم. هدف این است که ما شما با یک زبانی ساده، با یک زبانی آرام و بیانی ساده و روان، بدون از استفاده از اصطلاحات تخصصی که بالاخره در بحث‌های علمی در کلاس‌های درس علمی مطرح می‌شود، با یک زبانی ساده‌تر، روان‌تر و با پرهیز از اصطلاحات بسیار تخصصی و قیل و قال اختلافاتی که در بین احیانا مسائل علمی در مباحث تفسیری در بین مفسرین هست، البته با حفظ اصول علمی. بنده خودم رو ملزم می‌دانم که انشاءالله با حفظ اون اصول علمی که ائمه تفسیر برای ما تشریح کردن و بیان کردن و با استفاده از گلستان تفاسیری که در کتابخانه امت اسلامی وجود دارد و استفاده از اقوال ائمه تفسیر و بزرگواران و با استفاده از آنچه که در سالهای دوربر ما، در عصر ما و عصر گذشته نوشته شده است درباره قرآن کریم، سعی بکنیم که آیات رو بفهمیم، با واقعی امروز خودمون تطبیق بدیم، ربط آیات به آیات، فهم آیات، مفاهیم سوره های مختلف و اون رؤوس اقلامی که در هر سوره هست و درس هایی که وجود دارد، درس های تربیتی، درس های اخلاقی، درس های عقیدتی، درس های علمی، و سعی بکنیم که برداشت هایی رو که عزیزان ما در بحث های علمی داشتن از اونها استفاده بکنیم. من به عنوان یک نفری که خوشه‌چین این خرمن است، سعی می‌کنم که اینها رو با هم در این درس جمع بکنیم و با شما عزیزان در میان بگذاریم. و خواسته من از همه عزیزانی که بالاخره اهل تخصص هم هستند در همین آغاز این برنامه این هست که این برادرتون رو یاری بفرمایید. اگر جایی بالاخره ملاحظه علمی داشتید، پیشنهادی داشتید، انتقادی داشتید، حتما با ایمیلی که در اختیار شما قرار می‌گیرد، تفسیر سلیمانی با این نام که روی صفحه مشاهده می‌کنید، با این ایمیل با ما مکاتبه بکنید و تذکر بدید و امیدواریم که به همراه شما سروران بتوانیم که در این زمینه قدمی برداریم. هدف بنده و همکاران بنده این است که ما و شما یک قدمی رو برداریم در باب فهم قرآن کریم. قرآن رو بفهمیم. هدف این است. قرآن رو بفهمیم به شکل ساده و روان و بدون داخل شدن در مباحث تخصصی تفسیری. بحث‌های تفسیری، استنباطاتی که از آیات است، سعی می‌کنیم به یک زبانی ساده و روان به همراه شما سروران موضوع رو شروع بکنیم. و خواهش من از همه شما عزیزان این هست که حتما این سلسله مجموعه درس‌ها رو حتما بیایید و اینها رو پیگیری داشته باشید، حتما اینها رو مراجعه داشته باشید، حتما در لیست برنامه خود بگذارید و به همراه شما ان شاءالله قدم به قدم پیش خواهیم رفت و معرفی بکنید به همه دوستان و آشنایانی که دور و بر شما هستند. دسترسی آسان خواهد بود و می توانید که از راه‌های مختلف دسترسی داشته باشید به این برنامه و این برنامه رو پیگیر باشید. به همراه شما سروران ان شاءالله از برنامه بعد آغاز خواهیم کرد درسمون رو. من درباره فضایل قرآن و اهمیت قرآن بحث زیاد است، حق قرآن و ما قرآن رو باید عمل بکنیم. در همون آیه‌ای که در سوره مبارکه بقره در متفاوت الذین آتیناهم الکتاب یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به، یک برداشت دیگر هم از این آیه مفسرین کردن، کسانی که، و این آیه در برداشت دیگر ترجمهش می شود که کسانی که قرآن کتاب آسمانی به آنها داده شده است، قرآن کریم حالا و کتاب‌های دیگر، هر کسی در زمان خودش، یتلونه حق تلاوته یتبعونه حق اتباعه، تلاوت یک از معنای تلا به معنای اتباع می آید، و القمر اذا تلاها، تلا به معنای اتباع می آید. کسانی که قرآن به آنها داده شده است و اتباع می کنند حق اتباع. ما قرآن رو تا نفهمیم نمیتوانیم اون رو عملی بکنیم. قرآن وقتی بفهمیم خیلی زیباست. بحر قرآن یک بحری است. عالم تفسیر و دنیای تفسیر یک گلستان زیبایی است. وقتی انسان وارد میشه در مفاهیم قرآنی
میفهمی که این کتاب چرا معجزه است، چرا این کتاب 1400 سال است که دشمنان این کتاب تلاش میکنن، انقدری که بر علیه قرآن کریم سرمایه گذاری شده است. دشمنان در طول 1400 سال تلاش کردند که بر علیه این کتاب فعالیت بکنن، بر علیه اسلام فعالیت بکنن. میلیاردها میلیارد خرج شده است، میلیون ها نفر آستین بالا زدند بر علیه قرآن، اما روز به روز بر عظمت این کتاب افزوده می شود. روز به روز به کسانی که در پای این کتاب زانو میزنند افزوده می شود. 2 میلیارد مسلمان امروز حاضرن جان خود را فدا کنند برای اینکه یک برگی از این کتاب روی زمین نیفتد. و این عشق و محبت قابل قدر است، اما ما باید در مسائل خود مفاهیم قرآنی بیشتر کار بکنیم. چیزی که جای خالی اون بسیار احساس میشه متاسفانه در بین جامعه ما، خصوصا جامعه فارسی زبان، و روی مفاهیم قرآنی باید کار بکنیم. یک حرکت خوبی باید انجام بشه و خواهشم از همه شما عزیزان این هست که در این مسیر با ما همراه باشید تا در این مسائل صحبت بکنیم. دنیایی از آیات و درس هاست و چقدر زیباست. در این مسیر با شما همراه خواهیم بود، در این مسیر با شما قدم به قدم پیش خواهیم رفت با داستان‌های قرآنی. بعضی جاها گریه خواهیم کرد، بعضی جاها شوخی خواهیم کرد و خواهیم خندید، بعضی جاها تعجب خواهیم کرد از مفاهیمی که برای ما شاید جدید باشد. و این دنیای تفسیر، دنیا بسیار زیبایی است و در این دنیا با شما همراه خواهیم بود و قدم به قدم با شما عزیزان پیش خواهیم گرفت. درسمون رو از برنامه بعد با سوره مبارکه الفاتحه که خلاصه کل قرآن کریم است و سرآغاز قرآن کریم و عظیم‌ترین سوره قرآن کریم است و هر آنچه که در بعد از سوره فاتحه آمده است خلاصه اون را اندرمتال در سوره فاتحه برای ما آورده. در 3 آیه اول بحث اعتقاد است و صفات اندرمتال، معرفی اندرمتال، و بعد از اون بحث احکام است در ایاک نعبد و ایاک نستعین، و بعد از اون دعاست و داستان کسانی که در مبارزه با دعوت انبیای الهی قدم گذاشتن، اندرمتال صالحان و نیکان رو و همچنین مجرمان و گناهکاران رو برای ما معرفی میکنن. و کل قرآن کریم هم همین است. کل قرآن کریم یا بحث اعتقادی است، یا بحث احکام است، یا بحث زندگی کسانی که اندرمتال اونها رو هدایت کرده و یا کسانی که گمراه شدند و در مقابل انبیای الهی و دعوتگران الهی قرار گرفتند. بیاد اندرمتال با شما از جلسه بعد با اولین صفحه از کلام الله مجید همراه خواهیم شد و خلاصه موضوع رو باز تاکید میکنم عزیزان. قرآن کریم رو تلاوت کردن قدم اول است، اما این پایان کار نیست. یاد گرفتن تلاوت قرآن کریم، تلاوت کردن قرآن کریم، تجوید قرآن کریم، بیشتر خواندن قرآن کریم، این قدم اول است. اما همون گونه که عزیزانی که میخوان وقت بگذارن برای اینکه بیشتر قرآن بخوانند، یک بخشی رو بگذاریم برای اینکه بیشتر قرآن بفهمیم. الان بریم به مرحله بعد. عزیزانی که قرآن خواندن رو یاد گرفتن، مرحله بعد رو باید شروع کنن. قرآن رو بفهمیم. به جای اینکه من بشینم روزی 5 جز قرآن بخوانم و نفهمم، بهتر این است که 5 صفحه بخوانم ولی بفهمم. این ارزشش به بلا بیشتر است. ارزش 5 صفحه خواندن با فهم و درک معانی خیلی بیشتر است از 5 جزء بدون معنی و بدون فهم و همینطور سریع خواندن و رفتن. نه، هدف این نیست. اجر پاداش جای خودش محفوظ است، اما اجر پاداش تفکر کمتر از اجر پاداش تلاوت نیست. این را عزیزان فراموش نکنید. تفکر در یک آیه، رسول الله علیه السلام احیانا یک شب رو تا صبح با یک آیه فقط سپری کرده است. یک آیه میخوانده جای نماز و همینطور میخوانده. رسول الله علیه السلام. تفکر کنیم، آیات رو بفهمیم. اجر و پاداش تفکر، خود همین درس ها رو گوش کردن خودش یک عبادت است. ما شما وقتی در این محفل می نشینیم، به همون حدیثی که من برنامه رو با اون آغاز کردم، با همون حدیث رسول الله علیه السلام فرمود سکینه نازل می شود، رحمت نازل می شود، ملائکه رحمت میان، ما ماحول این جمع رو میگیرن، بعد متان نزد خود یاد میکنن. چه شرفی بالاتر از این که ما در درس قرآن بنشینیم و این موضوع رو به عنوان یک عبادت ما شما این برنامه رو پیش میبریم، به عنوان یک عبادت، به عنوان فهم دین قرآن رو بفهمیم تا نسلی متخصص و متعهد داشته باشیم. خصوصا خواهش من از همه عزیزانی که در دانشگاه تحصیل میکنن این هست که یک وقتی رو اختصاص بدید. عزیزان من، عزیزانی که در رشته‌های مختلف دانشگاهی فعالیت مبارکی رو انجام میدهند و عبادت بزرگی رو انجام میدهند، این عبادت رو با تعهد زیباتر کنیم. و همینقدر اکتفا میکنیم. در برنامه بعد به همراه شما سروران با آیات سوره مبارکه الفاتحه مسیر رو آغاز خواهیم کرد. تا آن لحظه همه شما سروران بعد متان میسپارم. الله یار و نگهدارتان.
عزیزانی که مایل به دریافت این برنامه جهت پخش در کانال‌های خود هستند با راه‌های ارتباطی زیر مکاتبه نمایند.